یعنی حس میکنم گوشی من اینجوری کجه، ولی چاره ای نیست. سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدین به یه ویدیو جدید. تو این ویدیو قراره من قور بزنم. حالا سر چی؟ سر مشکلات ادیتورها با کارفرما. حالا برعکسش هم بهتون میگم، ولی اول این مقدم تره. خب بریم سر وقت داستان. من موقعی که این شغل انتخاب کردم اولش نمیدونستم با چه مشکلاتی قراره واقعا دست و پنجه نرم کنم. بقیه میگفتم مثلا مشکلاتو کم و بیش، ولی تا وقتی خودت تو این شغل نیای دقیقا متوجه نمیشی و نمیدونی چجوری از اون مشکلات عبور کنی و چجوری هندلشون کنی. یه وقتا واسه اون اتفاقاتی که برات میفته مبارزه کنی، حتی بحث کنی. یه وقتا بزرگترین مشکلی که ادیتورها با کارفرما دارن کلنجار میرن، یکی این که کارفرما اصولا ویدیوهاشو موقعی که ادیتور انتخاب میکنه خیلی بد موقع میفرسته. بذاریم مثال بزنم، مثلا ساعت 2 شب میفرسته، 3 نصف شب میفرسته. بعد خب ادیتور فقط اون ویدیو رو که نداره واسه ادیت، قطعا ویدیوهای دیگه رو طی روز گرفته و رو اون حساب کرده، حالا برنامه‌ریزی کرده، گفته بعد از ظهرش من مثلا ویدیوها رو میرم بیرون، کارهای دیگه هم میکنم، کارهای شخصی هم میکنم. بعد یه خواب بیدار میشه میبینه مازاد بر اون ویدیوها 2 تا دیگه ویدیو هم براش فرستاده شده. وقتی هم به کارفرما میگه، کارفرما میگه نه، من روز قبل به من گفتی، من روز قبل برای تو ارسال کردم. و این بزرگترین مشکلی که ادیتورها باش دارن کلنجار میرن و برای من به شدت پیش اومده و همچنان هم داره پیش میاد. یعنی من هر چقدر میگم اصلا فایده ای نداره. من میگم یه روز قبل ارسال کنی، منظورم 12 شب، 1 شب، 2 شب نیست. خب من خوابم نباشم، تو استراحتم لیست ادیتامو بستم و برای فردام برنامه‌ریزی کردم و ادیتور گوش به فرمان تو نیست که بخوای ویدیو تو بعد موقع ارسال کنی واسش و اونم فردا به موقع برای تو بفرسته. این یه مورد که من هر چقدر به کارفرما اکثریت میگم بازم فایده ای نداره. و راه حلی که من واسه این موضوع پیش بردم، اگه تایم داشته باشم ادیت میزنم میفرستم، اگه تایم نداشته باشم بهش میگم که ادیتای امروزم زیاده نمیتونم ارسال کنم. رو درواسی نداشته باشید بچه‌ها با کارفرما. اگه میتونید بفرستید، اگه نمیتونید نفرستید، بندازین واسه روز بعدش و دلیلش هم براش توضیح بدین. همینجوری سرسری و بد اخلاق بازی و این داستانا در نیارید. یه وقتا آدم بهش فشار میاد، ممکنه اعصابش بریزه به هم، ولی بهتر اینه که حالا یکم راه بیاین و اگه میتونید هندل کنید، نمیتونید عقب بندازید. در غیر این صورت کارفرما باید یه ادیتور دیگه واسه اون روزش پیدا کنه و مشکل شما هم نیست و وظیفه‌ای ندارید که 100% ادیتش بزنید، اون باید درک کنه. مورد بعدی اصلاحیه کارفرماست. یعنی چی؟ یعنی کارفرما واسه تو یه ویدیو میفرسته، بعد ویدیو رو سر موقع براش ارسال میکنی و منتظر میمونی که کارفرما به تو تاییدیه ویدیو رو بده. صبر میکنی میبینی 2 ساعت شده، 3 ساعت، 4 ساعت، 5 ساعت، 10 ساعت. مورد داشتم 2 روز بعد، 3 روز بعد اصلاحیه نداده. خب من ویدیویی که ادیتور ادیت میزنه واسه کارفرما میفرسته، نهایتا تا فرداش میخواد پرونده اون ویدیو رو ببنده، پولشو بگیره، تمومشه بره، حالا بیانشو گرفته تصویه رو بزنه. ولی کارفرما اصولا این کارو نمیکنه و لفتش میده، حالا اهمیت نمیده به محتواش، بیخیال پیجشه و اونجور که باید وقت نمیذاره. این باعث میشه ادیتور به مشکل بخوره. مورد داشتم که اصلاحیه رو 2 روز بعد هم نداده، ویدیوی جدید فرستاده. من ویدیو رو ادیت زده بودم، همینجوری مونده بود و یه سوال ازش پرسیده بودم، جواب رو نداده بود که من اصلاحیه‌شو بزنم ویدیو رو بفرستم و ویدیو بعدی رو ارسال کرده و هیچ اهمیتی نداده به جواب من. خب منم دیگه سین نمیزنم، به خاطر اینکه من برای خودم و وقتم ارزش قائلم. وقتی تو اهمیتی نمیدی، منم دلیل نداره به محتوای تو اهمیتی بدم. پس من سر تایم ویدیوهاتو میگیرم، سر تایم برای تو ارسال میکنم، واریزیارم میگیرم و یه چیز مشخص رو با تو طی میکنم و انجام میدم. و اگه تو غیر از این با من رفتار کنی، 1 بار 2 بار خودت آگاه باشی و به هم بگی، مشکلی نداره. ولی اگه تکراری بشه، من کلا قطع همکاری میزنم. حالا یه وقتا میگم، یه وقتا نمیگم، کلا جواب نمیدم. خب حالا راه حلش چیه؟ راه حلش اینه که شما ویدیوی نهایی که ادیت میزنی واسه کارفرما موقعی که میفرستین، با کیفیت پایین البته، چون فایل اصلی رو بفرستین یهو میبینی غیبش میزنه کارفرما، پول شما هم نمیده.
با کیفیت پایین که ارسال کردین برای زیرش بنویسین که من این ویدیو رو واسهتون ارسال کردم، اگه اصلاحیه داره تا آخر شب به من بگی که من اصلاحیه‌شو بزنم، چون ویدیوها رو باید پاک کنم، حافظه ندارم بچه. واقعا یه وقتا حافظه گوش، چون با گوشی دارین کار میکنی پر میشه و یه نفر 2 نفر 3 نفر این کارو کنن به مشکل میخورید و اینو حتما قید کنین که کارفرما موظف بشه و بدون باید اصلاحیه‌شو تا آخر شب به شما بده. بچه یه چیزی بگم، من اومدم اینجا مثلا خلوته، کسی نیست، کسی رفت آمد نمیکنه، خیابون اصلیه ولی ظهر هیچکی نبود. الان جوری شلوغ شده و آدم میره میاد میره میاد. بعد منم آدمیم که وقتی یکی میره میاد حواسم پرت میشه و مجبورم یه ویدیو رو کات بزنم. اگه میبینین کات زیاد میخوره من حواسم به اون آدمه پرت میشه، سکوت میکنم رد شه بعد حرف بزنم. اصلا این جالب نیست. مثلا چشم برمیاد موتوری رفت، تو آینه دارم میبینم موتوری میاد، پلیس میاد، آدم روبرو میاد، بعد زل میزنه تو چشای من. جالبش اینجاست. خب مورد بعدی واریزیای کارفرماست. کارفرما ویدیوهاشو میده، تو هم ویدیوهاشو میفرسته، تو هم ادیتور رو میزنی و میفرستی و خب حالا بعد مثلا کارفرما به من 2-3 تومن پول بده، بعد میبینی کارفرما نمیده، بعد بهش پیام میدی که پول من چی شد، جواب نمیده، میگه بهت مثلا فردا میدم. دوباره پیامش میدی چی شد، خبری نیست. نصفشو میده، نصفشو هفته بعد میده، بعد واسه خودش قانون تعیین میکنه. این به خاطر اینه که شما موقعی که ویدیو رو واسه یه کارفرما میخواین بفرستین، قبل اینکه ازش ویدیو بگیرین باید بهش بگین که مثلا شما یه بیان نصف مبلغ رو برای من بزن که من ادیت ویدیو تو شروع کنم. دیگه مثلا اونجا مطمئنی که اون کارفرما دیگه از تو ادیتشو میخواد، تصویه میکنی، یه جورایی خیالت راحته که نصف مبلغ تو گرفتی. اگه تعداد ویدیوها بالاست و کارفرماتون ثابته، سعی کنید که ازش پیش پرداخت بگیرید یا ویدیوها رو پیش ازش پول بگیرید. مثلا بگین 10 تا ویدیو رو من جلو میگیرم یا نصف 10 تا رو من از شما میگیرم، ما بقیه‌اش هم آخر کار. اینجوری حداقل باز خیالتون راحته. باز هم تو این کار ممکنه پول ندن اگه نصف بگیریم، ولی خیلی درصدش میاد پایین. یه جوری اینجوری خودتون رو گارانتی میکنین. ولی اگه ویدیو رو بگیرین ادیت کنین، فایلش رو در نهایت براش بفرستین، آخرش هم ممکنه بهتون پول نده، چون ممکنه کارفرما از ادیتی که میزنی خوشش نیاد و نخواد دستمزدتو بده و اون چیزی که تو ذهنش بوده نبوده باشه. این دلیلیه که ممکنه کارفرما پول نده. یه سریاشون هم میان به چند تا ادیتور ویدیو میفرستن، میگن نمونه بزن، همون نمونه رو میذارن تو پیجشون و هیچ پولی به هیچ ادیتوری کلا نمیدن. ترفندشونه. سعی کنید واسه نمونه زدن اولا که نمونه های پیجتون رو بیشتر کنید، یعنی واسه خودتون کار کنید. هر چقدر نمونه های پیجتون بیشتر بشه دیگه نمونه زدن واسه کارفرما یه جورایی بی‌معنی میشه، چون کارفرما دیگه مثلا دستش اومده تو این همه نمونه داری تو پیجت، پس میتونی محتواهای مختلف رو ادیت بزنی. ولی اگه نمونه هات کم باشه، کارفرماها اکثرا میگن که بیا واسه ما نمونه بزن، اولی اوکی باشه کارو بهت میدیم. برای شروع کار ممکنه پیش بیاد، من خودم هم انجام دادم، 2-3 بارم انجام دادم، ولی سعی کردم نمونه های پیجم رو بیشتر کنم که نمونه نزنم و رایگان کار نکنم واسه کسی. همین الانش هم تو پیج من به من پیام میدن بیا نمونه بزن، اگه از کار تو خوشمون اومد با همکاری میکنیم. در حالی که من خیلی ویدیوی نمونه تو پیجم دارم، با کپکات زدم، با الایت موشن زدم و همچنان هم این حرفو میزنم. اونم سر چه ویدیوهای فوق العاده ساده که یه زیرنویس اینو به من میگه. خب من میدونم دلیل این کارا چیه و قبول نمیکنم دیگه، چون میگم نمونه‌های پیجم زیاده، از بین اونا میتونی انتخاب کنی و بفرستی من بهت قیمت بدم. نمونه هم بخواد ببینه هزینه‌شو پرداخت میکنه، منم بعد اون واسهش نمونه رو میزنم میفرستم دیگه. واسه هر چیزی باید هزینه پرداخت کنن، نمیشه که رایگان تو وقت تو بذاری، زمان تو بذاری، چشتو بذاری، همه چی تو براش بذاری، بعد هیچی مثلا در قبالش نتونی بگیری. خب درست نیست. چون این دوربین هی بالا پایین میشه، من اینجا گذاشتم هی گوشیم میفته، مجبورم دوباره بیارمش بالا، بعد هی تغییر فضا داره. اتفاقاتی که برای من به شخص افتاده و زرنگ بازیایی که از کارفرماها من دیدم، اصلا بعد تو طول تاریخ اینا رو ثبت کنید و یه جای بنویسید که به این داستانا خوردین چجور رفتار کنید. مورد داشتم
که به من دایرکت داده، گفته که من میخوام مثلا ادیت انجام بدی، تعرفه رو بهم بگو. خب من یه تعرفه آماده دارم واسه همه ارسال میکنم، آخرش هم مینویسم که یه نمونه ادیت برای من بفرست که من بدونم دقیقاً تو چه مایه‌های ادیتشو میخوای. خب من دقیقاً عین اون انجام نمیدم، ولی دیگه میدونم تو چه سبکی مد نظرشه. برای من نمونه‌ای که فرستاد یه زیرنویس خیلی معمولی بود و منم قیمت اون زیرنویس معمولی رو بهش دادم واسه 1 دقیقه. بعد موقعی که من آدرس تلگراممو دادم واسه ارسال ویدیوهاش، برای من نوشت که این ویدیو رو واسه من حرفه‌ای ادیت بزن. خب من 2 دقیقه قبلش داشتم باهاش صحبت می‌کردم و نمونه ادیت مد نظرش رو گرفتم و تو اون نمونه ادیت نمونه ساده‌ای بود. اینکه به من میگه حرفه‌ای، ذهن من میره که میگه اونو مثلا خیلی قشنگ و تمیز در بیار، یعنی هر کی باشه همچی فکری میکنه. و موقعی که من ویدیو رو واسش ادیت زدم، زیرنویس ساده ولی خیلی تمیز، یکم متفاوت‌تر براش فرستادم، برگشت من کل کار منو و شغل منو زیر سوال برد که تو نمونه های پیج تو مگه خودت نمیزنی؟ گفتم چرا؟ گفتش که چرا پس اینجوری واسه من ادیت زدی؟ من حرفه‌ای می‌خواستم. گفتم نمونه‌ای که برای من فرستادی نمونه ساده بود، حرفه‌ای که نفرستادی من حرفه‌ای بخوام بزنم. گفتم من به شما گفتم حرفه‌ای، گفتم چیزی که برای من فرستادی ساده بود، منم نسبت به همون تمیز و حرفه‌ای زدم. و بحث شد، بحث کشدار شد و میدونید یه وقتایی زرنگ بازی در میارن، میان نمونه ساده رو واسه تو ارسال میکنن و آخر سر بابت یه حرفه‌ای نوشتن میان کل کارتو زیر سوال میبرن و مجبورت میکنن که تو ویدیوی بعدیشونو حرفه‌ای ادیت بزنی با همون قیمتی که ساده طی کردی و اگه زرنگ نباشی با همون قیمت ادیت میزنی و تو پاچت میره و نباید این کارو بکنید. این یه مورد که من کلا قطع همکاری کردم، پولش هم قبلا گرفته بودم و واسه همینه میگم که یا بیانه بگیرین یا کل پولو از قبل بگیرید از کارفرما، چون اگه به این مشکلات زرنگ بازیشون بخورین حداقل ضرر نکنید. این همه وقت گذاشتی، اونا میخوان زرنگ بازی در بیارن ولی شما زرنگ تر باشید. این یه مورد بعدی، مورد داشتم که کارفرما سر واریزی اذیت کرده. من یه سری کارفرما دارم، کارفرماهای ثابت هم بودن که یه سریاشون دیگه کار نمیکنن و سر چی من دیگه باشون کار نمیکنم. اوایل مثلا من خب پولو کامل میگرفتم یا یه پیش پرداخت میگرفتم، بعد دیگه تعداد کارا خیلی زیاد شد، اون پوله مثلا یهویی مثلا تو یه هفته تموم میشد، بعد واریزی دوباره برای من میزد و خب نمیشد مثلا پشت هم هی واریزی برای من بزنه. اینجوری میشد که مثلا من 10 تا ویدیو زده بودم، بعد 10 تا رو به من پول میداد. خب من بهش پیام میدادم میگفتم 10 تا ویدیو واسه تو ادیتشو زدم فرستادم، واسم واریزیو بزن. خب ادیتور رو هوا که زندگی نمیکنه، پولشو میخواد، بابت پول داره این کارو انجام میده و شغلشه. پس ویدیویی که برای تو میفرسته اگه اون لحظه به تو نمیگه پولشو نمیخوام، چون با تو قبلا طی کرده که حالا هفتگی با هم تسویه میکنیم، وقتی با تو طی میکنه هفتگی تسویه یا ماهیانه تسویه، درست واسش پولشو بزن و انقدر اذیت نکن. که من شده هفتگی تصویرمو خواستم، با اینکه کارفرما ثابتم بوده و همیشه درست واریزیشو برای من میزده، واریزیو برای من نزده، نصف زده، از نصف هم کمتر برای من زد و کلی بهونه آورد که من پول ندارم، من قسط دارم، من فلان دارم. خب ببین خودتو که نباید ببینیم، ادیتورم داره زندگی میکنه، اونم یه آدمه، ممکنه اونم قسط داشته باشه، ممکنه اونم مشکلات زندگی داشته باشه و به این پولش نیاز داره و اصلا نمیتونی قضاوتش کنی و پولشو به موقع ندی. تو هر چقدر مشکلات داشته باشی باید یه جور برنامه‌ریزی کنی که پول طرف مقابلم بتونی بدی. خب من میبینم مثلا بالا پایین میشه، کارفرما ثابت هم باشه 1-2 بار چشم پوشی میکنم، ولی ببینم تکرار میشه دیگه همکاری نمیکنم، کلا قطع همکاری میزنم، چون من کارم اینه و یه جوری هم هست که اصولا یا ویدیو به ویدیو تصویر میزنم یا هفتگی، دیگه چی بشه ماهیانه، که اونم کلا یه کارفرما ماهیانه است، ما بقیه ویدیو به ویدیوه. و بچه‌ها اینو براتون تعریف کردم که همیشه زیر بار حرفای زور کارفرماها نرید و سعی کنید که قبلش باهاش ببندید. حتی تایم واریزی رو اگه بخوای ویدیو به ویدیو تصویه بشه این کارو بهش بگید، ولی اگه بخوای هفتگی تعداد ویدیوش خیلی زیاده باز هم بهش بگید، یعنی مکتوب داشته باشید و بهش بگید نصف این تعداد ویدیویی که داره تو هفته میفرستی و نصفش رو جلو بزن. چون بچه‌ها اگه
ویدیوی ادیت بزنین براش بفرستین پولتون رو نخواد بده نمیده و دستتون هم به جای خاصی بند نیست. میتونین شکایت کنید ولی پروسش خیلی طولانیه و اذیت کننده است. بهتره اینجوری محکم کاری کنین. میخواین قرارداد بنویسین، من خودم قرارداد با کسی ننوشتم، سعی کردم جلو پولا رو بگیرم، ولی قرارداد نوشتنم از اونورم بعد دوباره کارهای شکایت طولانیه، اعصاب خوردی داره، بدو داره، کار اداری داره و فکر نکنم کسی حوصله کار اداری رو داشته باشه. پس اینا نکاتی هستن که اگه انجام بدیم به اون داستان و پروسه ها نمیخورید. حالا این مسئله ممکنه یه وقتایی پولتون هم خورده بشه که خوردن دیگه، تجربه میشه که سری بعدی یه جور دیگه رفتار کنی با کارفرما. بذاریم پای تجربه، چون این اتفاقات تو کارهای مجازی و اینجوری پیش میاد و نمیتونی بگی نه نمیشه. ولی چیزایی راهکارهایی که دارم بهتون میگم باعث میشه که این اتفاقات خیلی کم براتون یا نزدیک به صفر بشه. بچه‌ها من کارفرماها رو دارم مثال میزنم، مشکلاتی که باشون داریم، چون من ادیتورم دارم اونو مثال میزنم، ولی آخر سر به کارفرما میرسیم که کارفرما چه جاهایی واقعا حق داره و من یه وقتایی حق به اون ادیتور نمیدم، حق به اون کارفرما میدم. چون برای من به شخصه پیش اومده که اومده گله کرده که چرا ادیتور این کارا رو میکنه. اونا رو آخر سر بهتون میگم. ولی موردهای بعدی که مثلا خیلی عذاب‌آور بود و ناراحت کننده بود تو این کار این بود که مثلا یه سری آدما به خودشون جرأت میدن که هر جوری دوست دارن با تو صحبت کنن و صحبت کردن مثلا چه جوریه، مثلا ببین تو یه شغلی داری، هیچ کس هم حق زیر سوال بردن تو نداره، یعنی نباید کسی خودتو، زندگی تو، شخصیت تو زیر سوال ببره. اگه ببینی یه وقتایی که کارفرمایی میاد مثلا یه سری حرفای نامربوط میزنه درباره زندگی شخصی و سعی میکنه خیلی باهات صمیمی بشه، کلا همون اول کاتش کنید، نذارید بیشتر انقدر پررو بشه که بخواد هی جلو بره، هی پیش بره، چون اون آدم نرمالی نیست و اصلا حرفه‌ای رفتار نمیکنه و کلا باید کاتش کنید و ادامه باهاش ندین، چون به خودتون بعدن آسیب میزنید. بذارین پای چیزای دیگه، باعث میشه که اون ضربه آخر به خودت برگرده. پس اهمیت ندین، بی خیال پولش بشین، چون اصلا ارزشش رو نداره، بگردین دنبال یه کارفرمای دیگه. و اینکه من مورد داشتم که کارفرما اومده به من پیام داده، گفته که من خیلی با ادیتورای دیگه ارتباط داشتم و خیلی مشکلات واسه من پیش اومد. حالا مشکلاتی که واسش پیش اومده به چه صورت بود؟ حالا اینی که دارم میگن کارفرمای خوبه، کارفرما میگه که من به ادیتور گفتم این مدل واسه من ادیت بزنه، اومده این مدلی فرستاده. مدلی هم که براش فرستاده من دوتاشو دیدم و واقعا میخوام بگم بچه‌ها یه وقت کارفرما حق داره وقتی واسهتون یه مدل میفرسته، یعنی میخواد این شکلی واسش ادیت بشه. یه کوچولو بالا پایین اشکال نداره، ولی نه اینکه کلا همه چی رو عوض کنی. دیدم کارفرما میگه من این دو رنگو میخوام، ادیتور رفته یه رنگ دلخواه خودشو براش زده و کارفرما به شدت عصبی بود. نکنید این کارو. یا مثلا کارفرما گفته من ادیت سبک میخوام، نمیخوام همش زیرنویس شه، ادیتور رفته کل ویدیو رو زیرنویس زده. خب شاید به چش ادیتور مثلا اینجوری قشنگ بیاد و جذاب باشه، ولی کارفرما اونو میخواد و نمیتونی اون نظر خودتو خیلی وارد ادیتاش کنی. محتوا مال اونه و وظیفه تو اینه که ببینی کارفرما چی میخواد، اون چیزی که میخواد و براش انجام بدی. یه وقت کارفرما میگه آره هر چی تو دوست داری، میگه من سلیقه تو رو قبول دارم، هر جوری زدی من اوکی ام و میسپار کلا دست خودت. اون آره اون بهترین حالتشه، ولی همه اینجوری نیستن. یا مثلا ویدیو من دیدم که مثلا به من گفتین که ویدیو مثلا بالای 2 دقیقه شده، من با کارفرما بحثم شده بچه شما ادیتور گوشی هم تا یه حجمی میتونین ادیتور رو انجام بدین. یعنی چی؟ یعنی شما ویدیوهای مثلا تا 2 دقیقه رو اصولا میتونید انجام بدید واسه ریلز، 1 دقیقه و نیم دیگه پر 2 دقیقه. من خودم بیشتر 2 دقیقه رو اصولا انجام نمیدم، چون گوشی من اونقدر حافظه نداره که بخوام اون حجم رو دانلود کنم بعد بخوام کاتش کنم ادیت بزنم یا کلش رو بخوام ادیت بزنم، خیلی اذیت کننده میشه. شده مثلا 3-4 دقیقه بوده با کات سریع شده 1 دقیقه، اون اشکال نداره. ولی که مثلا 3-4 دقیقه رو تو ادیت بزنی گوشی کلا هنگ میکنه و تو ادیت شما رو جا میندازه. بهتره برای اونا سراغ ادیتورهای سیستمی و اینو بهشون بگید و قبول نکنید. اگه میتونید حافظتون اونقدر بالاه و انقدر حوصله هنگیاشو دارید انجام بدین، سلیقه‌ایه، ولی
اینجوری نباشه که به عنوان ادیتور بگی من خب 1 دقیقه 1 دقیقه و نیم شده، من دیگه نمیتونم، من این کارفرما رو نمیخوام. شغلتونه، خوبی داره بدی هم داره. یه وقتا ویدیوها 20 ثانیه است، یه وقتا ویدیو 1 دقیقه و نیمه. شما دو حالتشو باید بزنید، به هر حال پولشو میگیرین. پولی که واسه 1 دقیقه میگیرین با پولی که واسه 1 دقیقه و نیم میگیرین دقیقاً که یکی نیست. یکم وقت بیشتر دارید میذارید ولی هزینه اون وقتتون هم دارید میگیرید. پس انقدر قور نزنین که چرا کارفرما ویدیوهاش انقدر طولانیه. واسه یه نرم ریلزای اینستا اوکی باشه دیگه، قور زدن نداره. بعد انجام بدین، وقت بذارید و یه سری چیزاتون بزنید. مورد بعد این که خیلی دارم بهم دوباره میگن این که ادیتور زیاد آنلاین نیست. اوکی میدونم یه سری کارفرما بعد موقع پیام میدن، اون اصلا بحثش جداست که خودم اول ویدیو گفتم. ولی یه سری کارفرما ها مثلا برای تو ویدیو میفرستن، توضیحاتو میدن، تو میری برعکس میشه جاتون، میری مثلا 7-8 ساعت بعد جواب کارفرما رو میدی. خب تو این 7-8 ساعت قطعا گوشی دستته و میتونی جواب بدی ولی نمیدی. میتونی ویدیوشو ادیت بزنی ولی این کارو نمیکنی و کارفرما بیخیالت میشه، ادیت بهت نمیده، کنسل میکنه. بعد میگی چرا مثلا دیگه یه بار به من ویدیو داده، ویدیو دوم به من نداده. خب این کارا رو میبینه دیگه، این رفتارا رو میبینه و ناراحت میشه. کارفرما به من گفتن آخه که فلان ادیتور دیر به من ویدیو داده و دیر سین میزنه، چک نمیکنه و هماهنگ با من نیست، بیا ادیتور رو خودت بقیه‌شو بزن، من دیگه نمیدم به طرف مقابل. من میزنم، من پولشو دارم میگیرم، من انجام میدم، ولی دارم به شما میگم که اگه یه وقتی دیدین یه کارفرمایی پیش شما رفت پیش همکارتون که داره ادیت انجام میده، یه مشکلی این وسط هست. همیشه مدل ادیت زدناتون مشکل نیست. یه وقتا طرز رفتارتون مشکله، یه وقتا مثلا کارفرما چیزی که میخواد رو انجام نمیدین، دقت نمیکنین، نمیپرسین، چیزی که تو ذهنتون رو برداشت میکنین رو میرید انجام میدین، آخرم نمیشه. کارفرما 1000 تا اصلاحیه بهتون میده، بازم متوجه حرفش نمیشه. یه وقت کارفرما اصلاحیه خیلی میده و خیلی بی ربطه. ادیت زدی اوکی بوده، همونو میخواسته، همونو زدی، دوباره اصلاحیه داده، کلا ادیتو عوض کرده. این آره این کارفرما اذیت میکنه. ولی یه وقت نمونه که برای تو میفرسته، واسه همین میگم همیشه نمونه بگیرین که بدونین چه سبکی میخواد، که خیلی مثلا اصلاحیه نخوره. نمونه رو فرستاده، واسش ادیتو زدی، یه مدل دیگه زدی، خب کارفرما به تو اصلاحیه میده بعد انجام بدی. این اشتباه توئه. بعد تو میای ناراحت میشی، به من شکایتشو میکنی چرا کارفرما اذیت میکنه. میگم خب اینو خواسته، اینو بهش دادی، تو هم بودی عصبی میشدی چون مثلا میخواسته ویدیوشو بذاره، الان نمیتونه بذاره، بعد 2 ساعت درگیر اصلاحیه با تو باشه. خب یه سریاشون حوصله ندارم، ها شسته رفته کار انجام میشه تموم بشه. مثلا خیلیشون اصلا اذیت کنم نیستن، ولی انقدر ادیتا بالا پایین میشه اونا خودشون اذیت میشن. خب ببینید دو حالت داره، کارفرما خوب داریم، کارفرما بد داریم. کارفرمای خوب داریم که ویدیوهاشو پولشو به موقع میده، ویدیوهاشو درست میفرسته، یه روز قبل سر موقع میفرسته، توضیحات ویدیوشو برای تو ارسال میکنه و تو کلا خیالت از همه جهت جمعه، میدونی داری چی کار میکنی. پولت هم گرفتی، ادیتشو میزنی براش میفرستی، اصلاحی هم ثبت میکنی. بچه‌ها ویدیویی که برای کارفرما داری میفرستی، کارفرما مثلا چند ساعت منتظر تو ادیتو براش بفرستی، بعد تو بعد اینکه چند ساعت طول کشیده ادیتو برای کارفرما بفرستی، تا ارسال میکنی فایلو، یهویی غیبت میزنه. کارفرما پیام میده مثلا 1 ساعت بعدش. خب 1 ساعت نرمال دیگه، ممکنه پیش گوشیش نباشه اون لحظه، تو اون که نمیدونه دقیقاً چه ساعتی ارسال میکنه. 1 ساعت بعد پیام میده، میگه من اصلاحیه اینو میخوام برام بزن، من مثلا ساعت 9 شب میخوام پستش کنم. بعد تو نیستی، ویدیویی که میفرستی، خب شما موظفین که پیش گوشی باشین، اصلاحیه‌شو بزنین. نمیگم 7-8 ساعت طول بکشه، 5-6 ساعت طول بکشه، موظفین، ولی حداقل 1-2 ساعت اولو گوشیتون رو چک کنید، چون بنده خدا اونم گناه داره. شما مثلا ویدیو رو به جایی که ساعت 3-4 بفرستین 5-6 فرستادی، 5-6 ویدیو فرستادی، خودتون پا شدین رفتین بیرون، کارفرما مونده و یه ویدیویی که اصلاحیه نیاز، حالا مثلا یه کلمه رو مثلا اشتباه نوشتین و میگید کارفرما اصلاحیه نباید بده اینجوری به من، قرش هم میزنید. خب این اشتباهه، مقصر خودت دیگه. طرف اینو ببینه دیگه بهتون کار نمیده، میده به یه ادیتور دیگه که بیشتر حواسش جمعه. من بوده بیرونم رفتم، ویدیو رو نتونستم زود ارسال کنم، حجم ادیتام خیلی بالا بود یا مثلا کار داشتم،
ویدیو رو مثلا بعد از ظهر فرستادم، ولی همون لحظه هم که بیرون بودم 1-2 ساعت اول هی چشم به گوشی بود. مثلا اگه 3-4 ساعت میشد میگفتم خب دیگه الان مثلا ساعت شده 9 شب، منم دیگه مثلا نمیتونم هی سرم تو گوشی باشه، کار دارم، کارهای دیگه هم انجام میدم. اون موظف بوده که 2 ساعت اول رو ببینه، این اوکی. ولی اگه میتونید انجام بدید، اگه نمیتونید هم به کارفرما اگه هم جایی میخوایم برید برنامه ریزی کنید، ویدیوها رو زودتر براشون ارسال کنید. این خوشقولی‌ها بچه باعث میشه که کارفرما بیشتر سمتتون جذب شه، اخلاقتون رو خوشش بیاد، مثلا میگه حرفه‌ای دارین رفتار میکنید. نمیگم هیچ کجای دنیا تمام کارفرماها اینجوری نیستن که بخواین راضی نگه داریدشون. یه سریاشون نمیتونن با تو راضی باشن و خیلی طبیعیه، یه سریاشون هم با تو اوکی میشن، ولی مهم اینه که تو یه سری چارچوب رو رعایت کنی، ویدیو رو بگیری قبلش باش ببندی، تایمش رو ببندی، پولتون بگیری و نمونه ادیتی که میخواد بزنی واسش هم ازش بپرسی، رنگ سازمانی که میخوای تو ویدیوش استفاده کنی و بپرسی. یه خیلیاشون رنگارنگ اصلا دوست ندارن، یه سریشون دوست دارن یه رنگ اصلا باشه، یه سری دوست دارن 2 رنگ باشه، مثلا یک سفید و مثلا قرمز دوست داره، میگه رنگ سازمانی من قرمزه. اینا رو بپرس، فونتو بپرس. وقتی اینا رو بپرسی اصلاحیت میاد پایین‌تر و ویدیو رو شسته رفته تر میدی. و مثلا کارفرما پرسی که خب واسه کی ویدیو رو میخوای، میگه مثلا واسه فردا وقت داری بفرست، نداری بگو پس فردا میتونم بفرستم. یه تایم حدودی باهاش فیکس کن، نمیگم دقیق چون یه وقتایی نمیشه دقیق داد، بالا پایین میشه برنامه. یه تایم حدودی رو باهاش فیکس کن، بگو مثلا من از این ساعت تا این ساعت برای تو ارسال میکنم یا فردا میفرستم. این باعث میشه کارفرما بدون تو متعهدی و ویدیوشو براش ارسال میکنه، خیالش هم راحت میشه، میره به کاراش میرسه و بقیه محتواهاشو و ویدیوهاشو میگیره. اگه این کارو نکنی کارفرما بیخیال تو میشه، میده به یه ادیتور دیگه که هزاران بار برای من این داستان پیش اومده که کارفرماهای شما اومده سمت من. اینجوری کارفرما رو میتونیم بگیریم. حالا من همه چیو کامل گفتم، چیزایی که تو ذهنم بود و مشکلاتی که دست و پنجه نرم کردم با این کارفرماها رو تقریبا بهتون گفتم. حالا یه سریاشو که واقعا نمیشه گفت، ولی اساسی‌ها رو بهتون گفتم و راه حلم بهتون دادم. ولی اگه چیزی رو جا انداختم و اگه یه چیز عجیب غریبی، مشکل عجیب غریبی واسهتون پیش اومده، تو کامنت ها حتما بهم بگید و ویدیو رو لایک کنید، ساب کنید و حمایت هم کنید که من بیشتر واسهتون ویدیو بذارم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.